من صحبتم رو میخوام با شعری شروع بکنم که احتمالاً همه شماها این شعر رو یا خوندید و یا شنیدید. این شعر شعری است که عموماً به برتولت برشت، نمایشنامه‌نویس و شاعر آلمانی نسبت داده شده، ولی در حقیقت اصل این شعر سروده یک کشیش لوتری آلمانی است، یک کشیش محافظه‌کار آلمانی که به دلیل مخالفتش با نازی سازی کلیسای آلمان در سال 1937 دستگیر میشه و تا سال 1945 یعنی تا پایان جنگ در اردوگاه‌های زاکسنهاوزن و داخاو زندانی بوده و به نحو معجزه‌آسایی از مرگ نجات پیدا میکنه. مارتین نیمولر، این کشیش، بیش و پیش از هر چیز به خاطر این شعرش هستش که شناخته شده و فعالیت‌های بعد از آزادیش، بعد از 1945 که کوشش میکنه که در جهت حقوق بشر فعالیت بکنه و گناه مردم آلمان یا بیخبری و یا بی‌مسئولیتی مردم آلمان رو در سخنرانی‌های متعددش در سراسر آلمان و اروپا گوشزد بکنه و همچنین در این شعرش که من براتون میخونم مسئولیت خودش رو با زبان بسیار ساده و روشنی اعلام میکنه. شعر اینطور هستش: اول به کمونیست‌ها، به سراغ کمونیست‌ها آمدم. ببخشید من دوباره تکرار میکنم. اول به سراغ کمونیست‌ها آمدم و من سخنی نگفتم چون کمونیست نبودم. سپس به سراغ سوسیالیست‌ها آمدم و من سخنی نگفتم چون سوسیالیست نبودم. بعد به دنبال اعضای اتحادیه ها آمدم و من سخنی نگفتم چون عضو اتحادیه ها نبودم. سرانجام به دنبال من آمدن و دیگر کسی نمانده بود تا برای من چیزی بگوید. خیلی به نظر میرسه که این روایت آشنایی است برای ما. درست مثل این که من خودم شخصا هر بار این شعر رو میخونم، مثل این که گوشه هایی از واقعیتی رو که بر سر ما گذشته و ما از اون عبور کردیم روایت میکنه، البته با تفاوت هایی که سعی میکنم من این تفاوت ها رو تا حدی که میدونم و میتونم توضیح بدم. اما من قبل از توضیح این تفاوت‌ها میخوام به پیروی از این روایت شعری و با همون زبان موجز و ساده اون روایت خودمون رو بگم. اول طاغوتی ها را به تیر سپردم. من طاغوتی نبودم، پس چندان ککم نگزید. پس از آن به سراغ فرقانی ها رفتم. من فرقانی نبودم، اعتراض نکردم. بعد کردها را قتل عام کردم. من کرد نبودم، سخنی نگفتم. سپس به ترکمن ها حمله کردم. من ترکمن نبودم، اعتراضی نکردم. در جنوب به عرب ها حمله کردم.
من نه جنوبی بودم نه عرب، بنابراین سخنی نگفتم. بعد به سراغ لیبرال های مسلمان رفتن. من نه لیبرال بودم نه مسلمان، سخنی نگفتم. سپس به مجاهدین یورش بردن. من مجاهد نبودم و اعتراضی نکردم. پس از آن نوبت کمونیست ها رسید. من کمونیست نبودم، بنابراین اعتراض نکردم. سرانجام به سراغ من آمدن، اما دیگر کسی نمانده بود که اعتراضی بکند. حالا بگذارید که کمی دقیق‌تر، نه با زبان موجز شعری بلکه با زبان ساده و خودمانی به موضوعی که اشاره کردم در این شعرها، در این دو روایت بپردازیم. به نظر من باید حقیقت رو و تمام حقیقت رو گفت. در مورد ما متاسفانه باید بگم که تنها این نبود که مقاومت نکردیم، اعتراض نکردیم و سکوت کردیم. در این حال ما میدونیم که بخشی از چپ، یعنی حزب توده و اکثریت، از اعدام‌ها و کشتارها در اون چند سال اول حمایت کردن، جانیان رو تشویق کردن و برای اونها حتی هورا کشیدن. البته میشه گفت که اون روزها اونها نمیدونستن، ما نمیدونستیم که با نیروی روبرو هستیم که برای جنایت و پلیدی مرزی نمیشناسه. اما کشتار و قلع و قمع آدم ها توسط این نظام تمامیت خواه تا اونجا ادامه پیدا کرد که بسیاری از همون کسانی را که از موجودیت اون دفاع می‌کردند به جوقه‌های اعدام سپردند. انسان‌های بیشماری رو که زیر شکنجه‌های طاقت فرسا و طولانی در هم شکسته شده بودند و به زانو در آورده بودند، پس از گرفتن اطلاعات و همکاری اونها در بازجویی‌ها و شکنجه‌ها، اونها رو هم کشتند. اینها یعنی جمهوری اسلامی به شرکای جرم خود که در جنایاتشون، به کسانی که در اون جنایت ها مشترکن دستشون به خون آلوده بود هم حتی رحم نکردن. اونها رو از صحنه راندن و یا نابود ساختن. اگر اون جناح دیگر هم پیروز شده بود، مطمئناً همین سیاست رو در مورد طرف دیگر دعوا اجرا می‌کرد. اگر یادمون نرفته باشه، در دوره ریاست جمهوری خاتمی، وقتی که بر اثر فشار نیروهای مترقی خاتمی مجبور شد، ناگزیر شد که ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای رو مسکوت بگذاره و به ناچار دنبال بکنه، برادران اطلاعاتی به اصطلاح جناح اصلاح طلب چه شناعتی بر برادران اطلاعاتی سابق خود روا داشتن و چه بلایی بر سرشون آوردن. منظور من از ذکر این بدیهیات یادآوری این نقطه است که نسبت به این رژیم دچار توهم نشده و خیال نکنیم که در شرایط معینی و یا به علت تحولاتی غیر قابل پیش بینی و یا برتری جناحی بر جناح دیگر ممکنه که این رژیم دچار استحاله شده و سیاست متفاوتی پیش بگیره. من نمیخوام جریان برنامه ریزی شده کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 67 رو که به دستور خمینی و در خفا و با بیرحمی هرچه تمامتر انجام شد روایت کنم. این فاجعه غم‌انگیز
این فاجعه ملی 25 ساله که هر ساله روایت شده و تا زمانی که به حافظه جمعی ما تبدیل نشه باید درباره اون در همه اشکال رسانه‌ای از اون گفت. به نظر من تا هنگامی که ماهیت واقعی این پدیده، این نظام جنایت پیشه رو نشناسیم و وظایف خودمون رو در برابر اون به درستی و روشنی مشخص نکنیم، در بر همین پاشنه میچرخه. قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67 تنها قتل عام آزادیخواهان توسط جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی پیش از اون هم دست به جنایاتی از این نوع آلوده بود. جمهوری اسلامی سلاح و آدمکشه و باید گفت که جمهوری اسلامی اساساً به وسیله سلاح‌ها و آدمکش‌ها پایه‌گذاری شده. به غیر از خود خمینی که در رأس سلاح‌ها و آدمکش‌های جمهوری اسلامی قرار داره، ما بسیاری از نام این آدمکشان رو میشناسیم. نام‌هایی که حتی رسما توسط خود جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان رسمی قتل و کشتار اعلام شدن، مثل صادق خلخالی که در همون اوایل انقلاب برای اجرای جنایاتش به طور دائم در حرکت بود، مرتبا از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان سفر میکرد و بهترین جوانهای مملکت رو دست دسته درو میکرد. یا هیئت 3 نفره مرگ در حکم خمینی در سال 67 برای کشتار زندانیان سیاسی از اونها نام برده شده. و یا اونها که در اوایل دهه 60 روزانه 10ها آزادیخواه رو به میدانهای تیر روانه می‌کردن. اگر توجه داشته باشیم برخی از نام‌ها، نام کسانی که در این کشتارها رسما شرکت داشتن اخیراً دوباره مطرح شده. در کابینه رئیس جمهور جدید حسن روحانی مسلماً به خاطر دارید و با این نام‌ها برخورد کردید. خب این نظام چگونه نظامیه که با کشتار مردم آغاز میکنه و حداقل 1 دهه به طور مستمر دسته دسته از مخالفان خودش رو به قتلگاه میبره و میتونه 35 سال همچنان با قدرت تمام مردم رو سرکوب کنه و سر پا بمونه و هیچ نیروی منسجمی نتونه در برابر اون شکل بگیره و بایسته. ماهیت این رژیم چیه؟ برگزاری این مراسم به احترام همه اون جانباختگان البته کاری ارزنده است، البته قابل ستایشه. این کاریه که مسلماً باید انجام بگیره تا جنایات این رژیم در حافظه جمعی مردم ایران به عنوان دورانی سیاه از تاریخ وطنمون باقی بمونه و از اون برای محو هر گونه جنایتی علیه انسان درس گرفته بشه. اما اگر کار ما تنها به برگزاری سالانه این مراسم ختم بشه و بریم تا سال دیگه برگردیم که دوباره تعدادی از ما بخوان به خاطر وظیفه وجدانی یا مسئولیت‌های سیاسی یا اخلاقی در چنین جلسه جمع بشیم، هیچ اتفاقی نمیفته. 2 هفته پیش با یکی از دوستانم که اسمش رو اگر بگم میشناسید مکالمه تلفنی داشتم. یکی از جان به در بردگان کشتار سال 67 مهدی اصلانی درباره قتل عام سال 67 صحبت میکردیم و در میون مکالمه تلفنی از من سوال کرد چرا کشتار سال 67 به حافظه جمعی تبدیل نشده؟ در وهله اول مثل اینکه درست معنای سوالش رو نفهمیده باشم احتیاج داشتم تأمل کنم، مکث کنم
فکر کردم و متوجه شدم که واقعا این کشتار به حافظه جمعی تبدیل نشده. به جمع محدود خودمون در اینجا نگاه نکنیم یا جمع‌های محدودی که جاهای دیگه به این مناسبت جلساتی رو برگزار کردن. میلیون ها ایرانی از این واقعه بیخبرن. من فقط در این ارتباط به این نکته هم اشاره بکنم که هدف ما حتما از برگزاری این جلسات و به خاطر به منظور همین کشتار سال 67 این فاجعه ملی این نیست که یک آیین بسازیم و اون رو تبدیل به عاشورا یا جانشین عاشورا بکنیم. ما باید گریبان خودمون رو از هرچه عاشورا و شبه عاشوراست خلاص کنیم. ما باید این فاجعه رو همونطور که اشاره کردم تبدیل به یک حافظه درس آموز جمعی بکنیم تا نسل‌های آینده راه و رسم زندگی انسانی و صلح آمیز در کنار همدیگر رو بیاموزن و بتونن با مردمان دیگه با اندیشه های متفاوت با دیگر اندیشان با رنگ ها و نژادهای گوناگون مثل وابستگان خودشون مثل اعضای خانواده خودشون مانند دوستان و اقوام خودشون مانند یک پیکره یگانه انسانی همزیستی داشته باشن و از انگها و برچسب‌های تفرقه آمیز و تنگ نظرانه دوری کنن. هدف باید از بین بردن زمینه‌ها و ریشه‌های رشد و پرورش اجتماعی این فرهنگ سخیف، این ایدئولوژی دگراندیش کشی باشه. جمهوری اسلامی مثل هر نظام ایدئولوژیک دیگه کارش رو از همون ابتدا با برنامه ریزی و با یک دورنمای کم و بیش روشن و معین و بر پایه ایدئولوژی دینی خودش آغاز کرد. البته این درسته که به قدرت رسیدن آخوندها غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی بود، به نحوی که حتی خود اونها به هیچ وجه انتظار نداشتن که در آن زمان معین و به اون صورت معین به قدرت برسن. اما این هم حقیقت داره که آخوندها حداقل بیش از 100 سال بود که به حکومت اسلامی فکر میکردن و برای استقرار یک حکومت اسلامی شیعی کار میکردن، تبلیغ میکردن، اما هنوز برای به دست گرفتن قدرت آمادگی نداشتن. به همین دلیل در همون چند سال اول تا انسجام گرفتن نظام جمهوری اسلامی تعادل لازم رو نداشتن و با توجه به مقاومت نیروهایی که در انقلاب شرکت داشتن چندین بار سکندری خوردن. ولی باید اذعان کرد که اونها توانستن اون چند سال بحرانی رو پشت سر بگذارن و موفق بشن. میشه یکی از دلایل اون رو بیرحمی و بی اخلاقی مطلق اونها دونست. جمهوری اسلامی مثل هر حکومت توتالیتر، همونطور که هانا آرنت به درستی اشاره کرده، دو عامل رو از همون آغاز تا امروز به عنوان اصول اساسی و بنیادی سیاست خودش به کار گرفته. اول عامل خشونت، دوم عامل تبلیغات. از یه طرف با خشونت هرچه تمامتر برای نابودی و سرکوب مخالفان خودش همه ابزارهای پلیسی، امنیتی و نظامی خودش رو به کار میگیره و از طرف دیگه با قدرت هرچه تمامتر برای توجیه اعمال خودش
همه ابزارهای تبلیغاتی خودش رو کار میاندازه. روزنامه ها، نشریات، کتاب ها، رادیو، تلویزیون، منبرها، مسجدها، هیئتها، خیابونها، دیوارها، تیرهای چراغ برق و در نابودی و سرکوب مخالفان خود، جز اون چند سال اول که برای ایجاد ترس و وحشت عمومی آگاهانه اسامی اعلام شدگان رو هر روز در روزنامه ها و رادیو تلویزیونش اعلام میکرد، کوشش میکنه که در خاموشی و پنهان عمل کنه. اما در تبلیغات خودش کوشش میکنه هرچه پست سر و صداتر، چه در داخل چه در خارج، چهره رحیم، پرهیزکار، عادل، منطقی و درستکار از خودش ترسیم کنه. اگر ساختار دولت جمهوری اسلامی رو با دقت نگاه کنیم، میبینیم که در چند مورد اونها به شدت کار کردن و اون بخش‌ها رو تقویت کردن. یکی از این بخش‌ها بخش امنیتی و پلیسی، یعنی بخش سرکوب مخالفانه که میدونیم شامل یک یا دو نهاد نیست. بخش دیگر این ماشین دولتی بخش تبلیغاتشه. بخش تبلیغات جمهوری اسلامی اونقدر گسترده و اونقدر قدرتمنده که وزارت تبلیغات رژیم آلمان هیتلری واقعا به گرد پاش نمیرسه. از ستاد انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت ارشاد و تا آموزش و پرورش، تا آموزش عالی، تا بخش‌های فرهنگی و هنری و نهادهای دولتی، اما از نظامی و غیر نظامی که تمام اینها بخش‌های فرهنگی و هنری فعال دارن، انتشارات دارن، تا حوزه ها و مساجد و امامزاده ها و ورودی متروها، حتی خلاصه هر جا که شما بتونید تصور بکنید در اختیار اونهاست و تبدیل به یک عامل و یا ویترین تبلیغاتی و توجیه سیاست‌های اونها شده و همچنین برای تحمیل مردم. یکی از هدف‌های جمهوری اسلامی مثل هر نظام دیگری شبیه خودش یا هر نظام ایدئولوژیک و یا دینی در تمام این سالها خلق چهره معینی، تصویر معینی از مخالفان خودش بوده. یعنی ترسیم مشخصاتی که جمهوری اسلامی برای مخالفان خودش ابداع میکنه. این کار از همون ابتدا و به ویژه از انقلاب فرهنگی به بعد با دقت و برنامه‌ریزی آغاز شد و تا امروز همچنان به کمک تکنولوژی جدید که به طور کامل و در بست در اختیار اونهاست ادامه داره. از اونجا که یک رژیم ایدئولوژیک مثل همه نظام‌های ایدئولوژیک دیگه وقتی قدرت رو به دست میگیره با چیزی به نام فرهنگ موجود روبروست، باید در مورد این فرهنگ موجود سیاست معینی رو تدوین بکنه. فرهنگ موجود طبق تعریف جامعه شناسان بزرگ مثل اروین استاپ به معنی گیومه باز باورها، معناها، ارزشها، ارزش‌گذاری‌ها، نمادها، اسطوره‌ها و چشم‌اندازهایی است که مردم بی آنکه آگاه باشند در آن سهیم هستند. اما ایدئولوژی که رژیم جمهوری اسلامی ایدئولوژی دینی داره، برخلاف فرهنگ موجود مجموعه ای از باورها و ارزش‌هایی است که پیش از هر چیزی آگاهانه تنظیم و تدوین میشه. یعنی در یک رابطه متقابل خلاق و زنده اجتماعی اینها طی سالها شکل نمیگیره. آداب و رسوم و
و اخلاقیات و اندیشه ها و اینها. در ایران پس از انقلاب همزمان با فرایند شکلگیری و انسجام گرفتن جمهوری اسلامی به تدریج تفاوت‌های بین فرهنگ موجود، فرهنگی که همه مردم ایران داشتن قبلا و تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان نبود، تفاوتی بین حجاب و بی‌حجابی نبود. این تفاوت‌های بین فرهنگ موجود و ایدئولوژی حکومت جدید در جامعه و در میان مردم به تدریج آشکار شد. بر پایه همین دوگانگی این دو فرهنگ به تدریج اصطلاحاتی ساخته میشد که مشخص کننده گروهی از آدم‌ها و گروهی از گرایش‌های فکری معین اجتماعی بود. اصطلاحاتی مثل فالانج، حزب اللهی، مؤمنین یا گروه‌های مؤمنین که اگر به خاطر داشته باشید گروه‌هایی بودن که به جلسات سخنرانی‌ها حمله می‌کردن، به دانشجوها حمله می‌کردن و مقامات مسئول می‌گفتن اینا مؤمنین هستن که خودشون بر اساس اعتقاداتشون، بر پایه اعتقاداتشون حمله می‌کنن و ابراز می‌کنن مخالفتشون. و اصطلاحات دیگری مثل امت انقلابی، امت مسلمان، امت همیشه در صحنه و از این قبیل، اینها از یک طرف، و اصطلاحات دیگری مثل طاغوتی، کمونیست، منافق، لیبرال، مفسد فی الارض، مرتد، محارب و از این دست. هرچه زمان پیش میرفت این تفاوت‌ها که نشانه‌های ظاهری یک تضاد جدی بود که به تدریج در حال شکل گرفتن و از طرف رژیم در دامن زدن بود، آشکارتر و حادتر میشد، تا جایی که رژیم فرصت مناسب رو پیدا کرد که برنامه یک دست سازی یا در واقع اسلامی کردن جامعه رو آغاز بکنه. انقلاب فرهنگی رو میشه آغاز برنامه اسلامی کردن جامعه دونست. از همین جاست که رژیم از مخالفان خودش شروع میکنه تعاریف جدیدی و چهره‌های معینی رو بسازه، به نحوی که این تعریف‌ها و تصویرها با اون چه که رژیم برای اکثریت به عنوان اصول خود تبلیغ میکنه و این تفاوت‌ها رو ترسیم میکنه، متفاوت و در این حال متضاد به نظر برسه. در این تبلیغات رژیم کوشش میکنه که مخالفان خودش رو به عنوان دشمنان مردم، یعنی دشمنان اکثریت، معرفی بکنه. به این معنی که تمام اون چیزهایی که برای اکثریت مردم محترم و مقدسه، ظاهراً از طرف مخالفان بی‌ارزش و بی‌اعتبار جلوه بده. به این ترتیب اکثریت مردم رو در برابر مخالفان خودش قرار میده و از اونجا که در این مرحله کار سرکوب و از بین بردن مخالفان آسان‌تره و با تنش و مخالفت اجتماعی کمتری روبرو میشه، رژیم دست به کار میشه. خب تصور میکنید کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به عنوان عوامل و بازوی اجرایی این جنایت ها بودن چه کسانی بودن؟ این زندانبان ها، این بازجوهای شکنجهگران از چه نوع آدم هایی بودن؟ بخش عمده اونها از زندانیان سابق مسلمان بودن که در دوره شاه زندانی بود. کسانی که با زندانیان غیر مذهبی و چپ هم بند، هم زندان، هم زنجیر، هم سلول و به یک معنا هم سنگر بودن. این زندانیان سابق مسلمان که پس از انقلاب تبدیل به زندانبانها شده بودن،
چگونه میتونستن با همبندان سابق خود روبرو بشن و اون خشونت ها رو بر اونها اعمال بکنن. مثلا لاجوردی که خودش سالها با زندانی های مارکسیست ملی و غیر مذهبی در یک زندان و در یک اتاق زندگی کرده بود و ظاهراً با اونها درد مشترک داشت، چگونه تونست اونها رو شکنجه بکنه و به قتل برسونه؟ لاجوردی در زندان به شکرالله پاک نژاد گفته بود که شما باید 2 ضربه اعدام بشید. یکی به خاطر اینکه مارکسیست هستید، دوم به خاطر اینکه از مجاهدین حمایت میکنید. چه عاملی سبب میشه کسی که خودش زمانی قربانی بوده و تجربه ستم، بی‌عدالتی، زندان و شکنجه رو از سر گذرونده، در زمان دیگری تبدیل به زندانبان و شکنجهگر بشه؟ مثال دیگه، محمد کچویی یک کارگر ساده صحاف بود و از یک خانواده ساده مسلمان و فقیر آمده بود. از نظر آگاهی اجتماعی هم به حدی رسیده بود که وارد عرصه مبارزه بشه با رژیم گذشته. دستگیر میشه، بازجویی میشه، توهین میشه، شکنجه میشه و چند سال هم در زندان به سر میبره. اما همین آدم هنگامی که در شرایط دیگری قرار میگیره که احساس میکنه صاحب قدرته و مدعیه که در حال بنای یک جامعه عادل اسلامی است، بیرحمانه ترین رفتار رو با آدم‌هایی داره که بسیاری از اونها روزی در زندان‌های شاه با او همبند بودن، هم اتاق بودن و زندانی بودن. یا یک فرد دیگری به نام حسین زاده که به او بیگناه لقب داده بودن توی زندان، ولی اینکه توی زندان با خودش مرتب میگفت من که بیگناهم. این آدم وقتی به اون نگاه میکردید خیال میکردید که واقعا یکی از 2 طفلان مسلمه. در مظلومیت و معصومیت امام حسین به گرد پاش نمیرسید. بی صدا، بی آزار، خاموش، بیشتر ماه‌ها و سالهای زندانش رو به نماز و روزه و ذکر و خیر گذروند. من با اون هم اتاق بودم ماها. ارتباط او طی سالهای زندانش با خدا بیشتر تا با همبندا و هم اتاقی هاش. همیشه بر سجاده نماز زانو زده بود، همیشه روزه میگرفت، از اون فقط پوست و استخوان مانده بود. اما همین آدم در زندانهای جمهوری اسلامی و در نهادی خدمت کرد که وحشیانه ترین و خشنترین و بیرحمانه ترین آزارها رو به انسانهای دیگر روا داشتن. عارف این انعطاف ناپذیری هستم که مسئولان و افراد تحت اون قوانین و اون ضوابط تربیت میشن. به ویژه در یک نظام دینی این انعطاف بسیار بسیار کمتره. مسئولان و افراد مهره‌ها و قطعات یک ماشین عظیم دولتی و ایدئولوژیک هستند که هر یک وظیفه و کارکرد معینی دارند. در چنین نظامی مسئولیت‌های فردی، اخلاقی و وجدانی که در یک نظام سکولار و غیر ایدئولوژیک که همان فرهنگ موجود باشه و کمتره، در اونجا اساساً بسیار بسیار نادر و کمتره. جمهوری اسلامی با عنوان یک مجموعه، یک نظام همبسته طی 35 سال گذشته زندگی هزاران آزادیخواه رو پرپر کرده، فرهنگ یک ملت کهنسال رو به نابودی کشیده، مردم رو به خاک سیاه نشانده، ثروت مملکت رو به تاراج برده، مسیر رشد و تحول ایران رو به انحراف کشونده و تحت هیچ توجیهی بخشودنی نیست. همه اونها که
در این نظام در تبهکاری اون دست داشته و به اون یاری رسوندن تا اجرای عدالت ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. This